قبل از شروع مدیتیشن مطمئن شو که در فضای امن و آرومی هستی. اگر در حال رانندگی یا انجام کاری هستی که نیاز به تمرکز کامل داره، لطفاً این مدیتیشن رو به زمان دیگری موکول کن. حالا ازت میخوام که در وضعیت راحتی بشینی یا دراز بکشی. اجازه بده که بدنت جای خودش رو پیدا کنه. نه لازمه که خیلی صاف باشی، نه لازمه که رها باشی. چشماتو آروم ببند. یک دم آروم داشته باش و یک بازدم طولانی تر. در این چند دقیقه قرار نیست چیزی رو درست کنی. قرار نیست به زور آروم بشی. فقط میخوایم به بدن یادآوری کنیم که الان اینجا امنه. برای چند لحظه تصور کن که نوری سفید یا طلایی از اوج آسمان بر بالای سر شما میتابه. نوری پاک از منبع. این نور مثل یک آغوش آروم اطراف بدنت رو در بر میگیره. فقط میتونی توی دلت خیلی آروم بگی یا حفیظ. حالا اگر چشماتو بستی میتونی کمی از پایین چشماتو باز کنی. بدون عجله آروم به اطراف نگاه کن. نه برای پیدا کردن چیزی، فقط برای اینکه سیستم عصبی بفهمه من در زمان حال هستم. 3 چیز که جلو چشمته رو ببین. فقط ببین بدون تحلیل. حالا 2 صدا رو از محیطت بشنو. دور یا نزدیکش مهم نیست. و بعد یک حسی رو در بدنت پیدا کن. مثل تماس پا با زمین، تماس بدنت با صندلی یا گرمای دستات. چند ثانیه با همین حس بمون. اگه چشمات بازن لطفاً دوباره آروم ببند. حالا توجه تو به نفست بیار. نفس رو عمیق نکن. فقط کاری کن که بازدمت کمی طولانی تر از دم باشه. دم 2 3 4. بازدم 2 3 4 5 6. اگه دوست داری بازدم رو با لب‌های نیمه بسته انجام بده. مثل اینکه آروم هوا رو بیرون میفرستی. هر بازدم طولانی پیامی است برای بدنت که خطر تموم شده. حالا چند دور دیگه نفس رو با هم بریم. خیلی آروم، طبیعی و بدون فشار. دم، بازدم طولانی.
حالا توجه تو بیار به نقاط تماس بدنت، مثل پاهات که روی زمینه یا رانها که روی صندلیه یا پشتت که روی تکیهگاه هستش. حس کن که بدنت نگه داشته میشه. لازم نیست همه چیز رو خودت نگه داری. اگه دوست داری یه دستت رو روی قلبت بذار. این لمس ساده با دستت برای بدنت نشانه ای از امنیته و تو همین حالت چند تا نفس با توجه روی قلبت داشته باش. دم و بازدم طولانی. دم و بازدم طولانی. حالا همون نور سفید و طلایی رو که اول مراقبه حس کردی رو دوباره حسش کن که مثل یک موج آروم توی بدنت حرکت میکنه. نور از فرق سرت آروم وارد بدنت میشه. روی پیشونی میره، پیشونی رو نرم میکنه. روی چشم ها میره، چشمات استراحت میکنن. روی فک و اجازه میده که فکت رها بشه و تمام سر و گردن. نور به گلو میرسه، به شانه ها و به سینه. اگر جایی در بدنت احساس تنگی میکنی، اجازه بده که نور فقط ازش عبور کنه. نور از قفسه سینه وارد شکم میشه. شکمت کمی نرمتر، وارد 2 دستا و نور وارد لگن، پاها و تا کف پاها ادامه پیدا میکنه. هر جایی از بدنت که احساس میکنی گرفتگی هست، میتونی نور رو اونجا نگه داری و نفس بکشی. هدف این نیست که بدن کامل آروم بشه. هدف اینه که بدن حس کنه در امنیته. حالا یه نقطه از بدنت رو پیدا کن که همین الان کمی راحت تره. مثل کف پاها یا شاید کف دستات یا جایی که احساس گرما یا نرمی میکنی. به اندازه چند نفس توجهت همونجا بمونه. مثل اینکه بدنت میگه اینجا امنه. حالا برای یک لحظه خیلی کوتاه توجه تو ببر به جایی از بدنت که کمی گرفتگی یا تنش داره. نه برای اینکه اونجا کاری انجام بدی، فقط میخوام که ببینی. فقط برای دیدن برو و بعد خیلی آروم برگرد به همون نقطه امن بدنت، نقطه راحت تر بدنت. توی این تمرین اجازه بده که بدنت یاد بگیره
میتونم تنش رو لمس کنم و دوباره به آرامش برگردم. یه بار دیگه کمی توجه به تنش و بازگشت به راحتی، بدون عجله، بدون فشار، فقط با مهربونی. کمی توجه به تنش و بازگشت به راحتی. حالا ازت میخوام که این چند تا جمله ساده رو توی دلت تکرار کنی. نه برای اینکه چیزی رو ثابت کنی، فقط برای یادآوری. توی دلت بگو در این لحظه امن هستم. بدنم اجازه داره آروم بشه. لازم نیست همه چیز رو کنترل کنم. من در نور الهی محافظت میشم. چند ثانیه در سکوت بمون. حالا توجه تو کم کم به محیط برگردون. صداها رو بشنو. هوا رو روی پوستت حس کن. انگشتاتو آروم حرکت بده. گردن و شونه هاتو آروم تکون بده و وقتی که آماده بودی چشماتو باز کن. ناماسته. این مدیتیشن با صدای حاله آماده شده. اگه دوست داری این مسیر رو ادامه بدی، مدیتیشن بعدی همین مجموعه میتونه قدم بعدیت باشه. اگرم این مراقبه برات مفید بود، میتونی تجربت رو توی کامنت برام بنویسی و برای مراقبه های بعدی کانال رو دنبال کنی. در نور الهی امن باشی.